ماشین پرنده. افغانستان کشوری وسیع و پهناوری است که دارای آب و هوای مناسب و زمینهای حاصلخیز می باشد. این کشور یک بستر مناسب برای زراعت و مالداری است. این در حالی است که بیش از 80% از جمعیت این کشور به زراعت و مالداری مصروف است و از این طریق امرار معیشت می کنند. اما هنوز هم بیشتر زراعت و مالداری در این کشور به شیوه سنتی و غیر مسلکی انجام می شود که زحمت بیشتر و مفاد کمتری را در پی دارد و این امر باعث شده تا افغانستان به یک کشور وارداتی مبدل گردد، در حالی که افغانستان با داشتن زمینهای مناسب زراعتی و چراگاه‌های طبیعی می تواند که به یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده محصولات زراعتی و مالداری در منطقه تبدیل شود. در چنین وضعیت جوان افغان دستگاهی ساخته است که با واسطه آن می توان تخم‌های پرندگان را پرورش داده و زمینه تبدیل شدن آن به پرنده را فراهم سازد. این جوان عبدالقادر ابراهیمی نام دارد و باشنده اصلی ولایت میدان وردک است. 22 سال سن دارد و فعلا در ناحیه سوم عقب شفاخانه علی آباد شهر کابل زندگی می کنند. وی راجع به تحصیل خود چنین می گوید: ما از رشته زراعت عمومی فارغ شدیم. فعلا 14 پاس هستیم و خوشبختانه فیصدی و میاره که پانتون کابل است بهش ما خواسته که ما بتوانیم راه پیدا کنیم به پانتون کابل. فیصدی خود برشان آماده کردیم دیگه. انشالله به سال بخیر یک امتحان کنکور میتیم تا بتوانیم لیسانس شویم. به خاطر معرفی بیشتر با عبدالقادر به سوی انستیتوت زراعت و پروسس مواد غذایی شهر کابل رفتیم، جایی که او دوران تحصیلی خود را در آنجا به پایان رسانیده است. استاد نورستان محمدی نام دارد و راجع به عبدالقادر چنین میگوید: عبدالقادر د مونږ شاګرد او ډیر یو با استعداد او نوښتګر محصل و او دای په شخصیت نرم سړی و، ډیر شوخ طبیعت نه درلوده او همیشه به کوشش کوه چې له هغه شته امکاناتو څخه په استفادې باندې هغه خپل هدف لاسته راوړي. نو ډیر نوښتونه یې وکول او مونږ ویاړو چې مونږ داسې یو محصل لرو. د اول ځل لپاره په کابل کې دغه پلاستیکي صندوقو څخه چې معمولا په کورو کې د ډوډۍ لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي، د چرګانو د هګیو د ایستلو ماشین یې ترې جوړ کړه. به خاطر سهولت در کار مالداری عبدالقادر دستگاهی ساخته است که آن را ماشین چوچکشی پرندگان نامگذاری کرده است. استاد نورستان محمدی میگوید دستگاهی که عبدالقادر ساخته است یک وسیله خیلی مهم برای توسعه و رونق مالداری است و همین گونه دستگاه ها است که مالداری سنتی را به مالداری عصری و معیاری مبدل می کند. په کرنه او په اقتصاد کې ډېر غټ رول لوبوي، ځکه چې هغه هیوادونه چې هغه وروسته پاتې دي او موډرنه ټکنالوژۍ ته لاسرسی نه لري، هغه د ماحول او د محیط یا د چاپیریال کې چې کوم مواد لومړني مواد موندل کیږي له هغو څخه په ګټې اخیستنې سره کولی شي چې د ټولنې هغه مشکل حل کاندي. لکه ښه مثال یې موږ مثلا دغه د خپل محصل عبدالقادر ورکولی شو چې هغه ډېر ابتدایي امکاناتو څخه د ګټه اخیستله او له هغه څخه هغه خپل نوښت مخکې بیوه. نداشتن مصروفیت سالم و تنگ دستی در جامعه باعث شد تا عبدالقادر به فکر ساختن دستگاهی شود تا بتواند در قسمت حل مشکل بیکاری کاری را انجام داده باشد و از طرف دیگر یک مصروفیت سالم را نیز برای جوانان پیدا کند تا جوانان بتوانند توسط این دستگاه یک لقمه نان حلال برای خود و فامیل خود فراهم کنند.
قبلا که ما در دوران تحصیل بودیم، درس میخواندیم، دیگه باز یک فرم جور کردیم. ما یک فرم جور کردیم، باز در وقت گفتیم باش که یک ماشین بخریم. باز یک دونه ماشین ایرانی خریدیم. اون ماشین که ما گرفتیم در جریان چکشیم، همین جمع منفی تخت از پیش ما غلط شد. که غلط شد تخت سوخت. شرکتش مربوطش که ما رفتیم برش گفتیم که تخت ماشین سوخته. بر ما گفت که 7000 افغانی یک دونه تخت ماشین است. باز ما برش گفتیم که 14000 ما یک ماشین خریدیم. این خود نصف قیمت از یک تخت عزیز. باز بر ما و شرکتش گفت که همین کل گپ که از تختش است، در بادی ماشین نیست. دیگه اونجا همین انگیزه برام مواجه شد که من بتوانم یک ماشین باید بسازم. ساختن این دستگاه وقت زیادی را در بر نمی گیرد و می توان روزانه چندین پایه از این دستگاه را ساخت. این دستگاه نظر به دستگاه هایی که در کشورهای همسایه ساخته می شود هزینه کمتری دارد و اجزای آن را در بازار به آسانی پیدا کرده می توانیم. در شروع که من ماشین جور میکردم تقریبا 12 ساعت من سر تخت از تنها کار کردم تا که عیار میکردم. هرچی میکردم تخت عیار نمیشد. 12 ساعت مکمل سر عیار کردن تخت از گرفتیم. ماشین خودش بادیش زود جور میشه. وقت دیگ نان خب تیار میخریدیم میآوردیم تختش عیار میکردیم. دیگه تختش 12 ساعت وقت گرفت، زمان گرفت تا که جور شد. باز تقریبا 20 روز منتظر شدیم که ماشین نتیجه بده. دیگه ماشین که نتیجه داد، انال خوشبختانم تقریبا تا 12 دانه ماشینم اگر پرزجاتش باشه 12 دانه 10 دانه در یک روز میتونیم که جور کنیم. این دستگاه طور طرح و دیزاین شده است که میتوان در آن چندین نوع تخم پرندگان را پرورش دهیم. پرندگانی که در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. از ما این ماشین ما که از گنجایش 7 نوع پرنده داره. چون ماشین زیادتر گنجایش داره، ما چون در افغانستان هستیم باید 7 نوع را دی بکشیم. از قبیل مرغ، مرغابی، کیکر، فیل مرغ، طاووس، بودنه، کوک. دیگه ما باید از بکشیم. و خارج از افغانستان که است در این ماشین هر چیزی که تخم میته از او استفاده میکنن. مثال مار داش میکشن، قاز داش میکشن، آدم چهره داش میکشن، توتی را داش میکشن. مگر ما او چیزا را نمیکشیم. از خاطر ما چیزایی را میکشیم که خود از وادانه بخورن. راجع به تهیه وسایل ابتدایی این دستگاه میگوید که همه مواد آن را به کمک والدین خود تهیه کرده است. ما ماشینایی را که جور کردیم از جیب شخصی خود جور کردیم. اولیش که جور کردیم یک دانه ترموسات بود، یک تا دماسنج بود، یک دانه دیگ نان بود، 2 دانه پکه بود، پکه کامپیوتر 12 ولت بود. این دستگاه تنها مختص به برق نبوده و توانایی استفاده از برق سولری را نیز دارد. ماشین ما که است اگر برق نباشه، خوشبختانه ماشین ما که است هم از برق سی استفاده میشه هم دی سی، یعنی که هم از سولر استفاده کنه میتونیم هم از برق زنده. ماشین ما که است یک دانه ادپتر داره که برق زنده را به مرده تبدیل میکنه و خود ماشین که است از برق مرده روشن میشه. چون افغانستان یک کشور به شدت وابسته به زراعت و مالداری است، ماشین هایی که عبدالقادر ساخته است نظر به تقاضای بازار کار بوده و توانسته است که به بازار راه پیدا کند. ما چون ماشینایی که قبلا جور میکردم که از دیگ و نان یا از تخته جور میکردیم، او را ما در بازار عرضه کردیم و این ماشین دیگه را که در اداره تکنیک و مسلکی جور کردیم که سرمایه اداره تکنیک و مسلکی سرمایه گذاری کردن، تا فعلا در بازار عرضه نکردیم که ما مؤسسه یا کدام نهاد یا کدام دونر را ما پیدا نکردیم سرمایه گذاری کنیم ما در وارد بازار ماشین را کنیم. برای بلند بردن ظرفیت این دستگاه عبدالقادر می‌خواهد بالای آن بیشتر کار کند و در ضمن بعض افزارهای جدید نیز به آن علاوه کند تا هم این دستگاه معیاری تر شود و هم مردم از آن مفاد بیشتری کسب کنند. داینده ما پلان دارم که هزی کدام ماشینای استاندارد در بازار عرضه کنیم که فعلا ما 100 دانه جور کردیم. مثلا 100 دانه تخم مرغ، مرغابی و کیکر را ظرفیت دارد، 100 دانه بودنه و کوک، 50 عدد فیل مرغ و طاووس. ما داینده میخواهیم که ماشین را بسازم که
ویژگی های بالاتر را داشته باشه، که مثال حال سر دو چیز کار گرفته میشه، مثال برقی سی و دی سی. من میخوایم ماشین را بسازم که هم از گاز استفاده شود، هم از برق، هم از سولر. عبدالقادر از جوانان میخواهد تا از فرصت‌هایی که برایشان مساعد شده است استفاده بهتر کنند و وقت خود را هدر ندهند. خود ما وطن نسازیم دیگه کس ساخته نمیتونه. اگر ما به طمع باشیم که مثال از خارج یکی بیای برای ما پیسه بده، ما بگیریم یک چیز را جور بیاز و جور نمیکنیم، باید جور کنیم. همین حال اینترنت از زیادتر جوانای ما است، جوانا هستن که مشغول پابجی هستن، گیم های پابجی میزنن، نمیتوانند که از اینترنت استفاده کنم. من همین حال ماشین را که جور کردیم، من یک تعداد مردم مرا میگن که استاد تو کی است، گیر از کی یاد گرفتی؟ من از هیچ استاد ندارم جز موبایل و اینترنت. برای نمایش دادن اختراعات و ابتکارات جوانان، دایر شدن نمایشگاه‌ها بهترین فرصت برای معرفی جوانان با تجاران و جامعه می باشد. نمایشگاه‌ها جایی است که جوانان به جامعه معرفی و تشویق می شوند. جوانای ما اگر بیاین نمایشگاه را دیدن کنند، میبینن که مردم افغانستان چقدر خلاقیت های داره که به رسانه هم هیچی میشه که ببینن که یعنی چقدر دستاورد از در افغانستان که ما میتوانیم از هر چیز بسیار از اندک پرزجات گرفتن یک چیز را جور کردن. جوانان به خصوص نسل آگاه و تحصیل کرده افغانستان حیثیت ستون فقرات این کشور را دارند. در صورتی که این جوانان خوب پرورش یابند، شاهد یک افغانستان آباد و مترقی خواهیم بود. بمانیم و بسازیم.